سلام دوستان، خوش اومدیم به اولین ویدیو یوتیوب با اتچمنت های 10 گانه برتر. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد و دیگه آره بچه ها، اگه مثلا من این گانه رو به شما یه توضیح بدم، اینا مثلا اگه واسه هیپ فایر بخواد از همشون بهتر فقط تندراشه. خب از همشون بهتر واسه هیپ فایر تندراشه. خب با همشون بازی کردنم فقط تندرا واسه اسنایپر. خب دیل و لوکاس هم خوبم، ولی مثلا اگه بخوایم از اسنایپر خوب بگیم بین این سه تا لوکاس و دیل و تندرا که تو لودات گذاشتیم، به نظر من تندرا از همشون بهتر. از بگانا هم که بریم، بعد این شاتگانه که یارم یکم نرفه آنچنان مثلا درست حسابی نمیزنه. من اتچمنت دیگه رسید ازش نداشتم، اگه داشتم یه میزنم تو چنل تلگراممون، اونجا هم واسه دیگه. بعدش اگه بخوایم گان خوب بردارین، 3 تا گان هست کلا: فنک، MG42 با PP50 و USS دیگه همونا رو. اینا بهتریناشن. خب حالا سویچ بلید اینا هم هست، ولی به نظر من همین 4 تا 3 تا بود، چند تا بود، همینا مثلا بهترینن. بعد پیرکاشم که دیدین دیگه، پیرکا اینا واسه شاتگان، گانکو اینجور چیزا رو ببینید، حالا من یادم رفته. بعد دیگه چیزی نیستش. و بچه لایک و سابو بزنید که واسه ویدیوهای بعدی بریم. فردا مثلا ویدیو 5 گانه برتر بتل رو میذارم. حالا بعد میریم جلوتر. من چنل تلگرام یا بغل صفحه دیسکریپشن میذارم، برید اونجا عضو شید که همه چی اونجا اخباره. مثلا میخوایم چیکار کنیم اینا اونجا همه چی هستش. آره دیگه، چون ما میخوایم مثلا در جلوتر ویدیوهای قایم موشک بذاریم با حضور یوتیوبرها، سوید گیم اینا، چون اصلا ترند شده دیگه، همه گذاشتم. و آره دیگه اینجور چیزا اینا هم هستش دیگه. لایک، دکمه لایک و سابو بکوبید که یه کامنت هم یه قلبم بذارید، همین بسته، یه حمایت ریزی شده باشه. من دمتون گرم و امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. فعلا خدا.